تازه انگارها، ایجاد نویسندگان نهانبین و ژرف پیما، اندیشه های کلیدی در درک معنی زندگی، هستی و راستی و آیین و عنعنه های اجدادی. تازه انگارها، ظهور آفریده های نوین و بهین ادیبان فلک سیر از رادیوی فرهنگ. شنوندگان عزیز، علاقمندان گفتارهای ادبی رادیوی فرهنگ، حالا از سلسله گفتار تازه انگارها از خوانی ایجادی نویسنده نامدار تاجیک بهمنیار از کتاب سرمده حکایه های دلپذیری را در قرائت نامزد علمهای فیلولوژی عبدالجلیل امان به سمعتان میرسانیم. درس‌های آزاد. اسب دارا و نادار همسایه بودند. با هم همگپ نبودند و رفت و هم نداشتند. هر دو یک درد داشتند. اسبا را دوست می داشتند. دارا اسبای زیاده می پرورید، همسایه یک اسب. اما او این اسب را چنان می پرورید که همه را از اسب او خوشش می آمد. دارا علاقه بود که سئیس او اینجور اسب پرور نیست، زیرا او می خواست که اسبای او نیز چون اسبی همسایه فربه و حوزر باشند، مویشان جلا دهد و همه بگام زدن و تاختنشان با هوس بینگرند. بار اسب خرید و نزدی همسایه خود آورد. با او گفت این اسب را پهلوی اسب خود ببند، هر دو را یک جور پرورش بده، مسقال این یا آن را عنایت افزودی، گیلمندی خیش باش، اگر انصاف نگه داشتی پاداشی خوب خواهی یافت. همسایه گفت بچشم. نادار مردی به انصاف و خدا ترس بود. ترازو پیش آورد تا در مقدار دان و آب خطای نرود. ساعت در ستون طویله نصب کرد تا فاصله وقت نگاه دارد. سال پس دارا به دیدن اسب خود آمد. دید اسب او همچنان لاغر و کرخت، اسب همسایه همچنان فربه و هوشیار. مویش جلو می دهد، به گام برداری و تازش هوس می آید. به غضب گفت ای فرومایه، چرا اسب خود معتبر داشتی؟ اسب من بدین خاری و زاری بگذاشتی. همسایه گفت محترم، اگر از گفته‌ات ذره خطا کردم خداوند جزایی بدترین سزا بیند. اگر یکی از دیگری معتبر داشتم هر دو چشمم کور گردد. دارا چون با ایمان و انصافی همسایه خود اعتقاد داشت باور کرد. تقصیری از او نرفته، اسب خود باز پس خواست و اندیشمند برفت. بچه ها، سوال این است چرا چنین شده؟ کامیار اگر با انصافترین زن را کودکی بیگانه پهلوی طفلش گذارد، با تهدید قتل امر هر دو را یک جور شیر دادن نماید، خواه نخواه پیستان از دهان طفل خود به تأخیر بگیرد، هرچند گمان برد که این کار را نکرده است. بهرام شاید مرضی ماه پروین داشته، شبها خود به خبر طویله می آمده، اسب خود خارمال می کرده، غذا می داده. خورشید بهرام لوناتیک، اما کسی شبها به طویله رفتن او را یاد ندارد. بهرام آچک لوناتیک، او را پارسال از طویله همسایه یافته بودند. شادان اگر پس از درس بینی بهرام شکند، خورشید گناهکار نیست. معلمه نوشه آرام بچه ها، به موضوع برگردید. زن از شوهر پنهانی به اسب جو داده است. معلمه نوشه نه دوستم. جاوید معلمه رامین را دوستم گفتند. بابک جاوید کفیدن دارد که او را نگفتند. کیومرس با این ابله‌ها تا قیامت نخواهید دانست که چرا اسبی دارا پروا نیافته. معلمه نوشه همه گپ اینجاست که همسایه دارا چون داخلی طویله می شده، اول نگاهی پرمهر به اسب خود می کرده. بهرام بنفشه که از داخل سیمخانه می گردد، اول نگاهی پرمهر به کی می دوزد؟ خورشید به فرش، تا بشری خونکی تو را نبیند. مرغ قاضی القضات کشور فهد کرد. از مقربان شاه کشور 3 نفر آشکار و نهان به این وظیفه مدعی شدند. شاه در این امر حیران مانده بود، زیرا نمیخواست نفری از آنها آزرده گردد. با وزیری با تدبیری خود مشورت آراست. روز دیگر مدعیان را به دربار خواست. آنها را گفت دوستان،
ما اینجا مصلحت کردیم و سری فکر آمدیم که قاضی القضات کشور همان را دهیم که شرط ما خوبتر از دیگران اجرا نماید. هر سه گفتند بچشم. شرط چیست؟ شاه گفت هر یک از شما مرغ بردارد به بیرون برد، سر زند، پر کند و به مطبخ شاه بیارد و این امر را چنان کند که کسی نبیند، آگهی نیابد، شاهد نگردد. پذیرفتند. هر یک مرغی برداشتند و رفتند. بعد از ساعت چنان که قرار بود برگشتند. 2 نفر در دست مرغ‌های پراکنده داشتند. 1 نفر مرغ زنده باز پس آورده بود. یکی در تخانه خانه‌اش که غیر از او کسی را به آنجا راه نبود، دیگر خانه بیرون از شهر داشته که کسی را از وجود این خبر نبود، مرغ را کشته بود. طبیعی است که مرغ را کشتن و پر کندن آنها را جاندار ندیده بود. اما شاه منصب قاضی القضات را به نفر سیوم که مرغ را زنده آورده بود با کمال خوشی و قناعتمندی بسپرد. سوال این است: چرا؟ رامین مردی رحمدل بود، دلش به مرغ سوخت. بابک گنجیش را در عمرش نکشته بود، نتوانست. خورشید بعضی آدم ها از خون می ترسند و شادان. خورشید نفر را به درد تصور کند، هوش از سرش می پرد. بهرام اگر همان هوش در اون سر باشد. خورشید معلمه این ابله مرا بهوش گفت. کیومرث هوش مفهومی نسبی است. بودن آن در این یا آن سر اگر پیش خدا معلوم نباشد پیش کسی عیان نیست. کامران اینشتین شب و رو شهباز. جاوید اگر خورشید امشب اینشتین را خواب بیند و خوش نگیرد کیومرث گناهکار نیست. معلم نوشه از سوال نگریزد. قهرمان سوال چی بود؟ کامیار بودن یا نبودن سوال این است. بهرام از سرهای پوله ما دیگر فکری تازه بیرون نمی آید. جواب رو خودتان گوید معلمه. معلم نوشه فکر کردن عقل را به کار بردن نمی خواهد. خوب می گویم. مدعی سوم مردی خدا ترس بود. آخر از چشمی همه بینی خدا چی را می توان پنهان کرد؟ رامین این مسئله را در پیشتاق همه قاضی خانه های کشور باید نوشت تا برای قاضی های ما درس عبرت گردد. جاوید این خوابالود گمان دارد که ما حالا هم در زمان اسماعیل سامانی زندگی داریم. کیومرث من در این عصری به مروت زیستن نمی خواهم. مرا یا به پیش پرتاید یا به قفا. بابک نزدی هربرت ویلز رفت. نامه ملا بخاری زاده به معلمه نوشه دختی امور داد. بسم الله الرحمن الرحیم. اما بعد بنده را چنین می نماید که وقت رسیده تا به چند سخن این جانب گوش فرا دهید. اگر فایده از آن نباشد ضرر هم نخواهد داشت. شیخ عبدالله انصاری فرموده بسته به از رسته. جای دیگر گفته رسته به از بسته. یعنی کبر باید بسته باشد، دانش رسته. چون علم را در کالبد گرفتی و کبر را اسب تازی دادی خرابی می آورد. آدمکای قالبی، آدمکای بادی. سالیانی زیاد همچون مشاهد دیده و نتیجه گرفتم که برنامه تعلیمی ما قالبی بود، هست و خواهد ماند. اگر یگان بلای رخ ندهد گمان دارم فهمیدید که من چی گفتن میخواهم. چرا دیوان رودکی سمرقندی از بین رفت، دیوان سوزنی سمرقندی بر جای ماند؟ این یکی از مهمه هاست که سری آن من بسیار اندیشه کردم، لیک به نتیجه نرسیدم. تصادف، قسمت نمیدانم. و چیزی دیگر اهمیت دهید به مناسبت جامعه و دین. چرا آن را از مکاتب و مدارس بیرون انداختن؟ بین توده مردم نیز گلوگیر ساختن. شهر را افیون اعلان داشتن، باز هم به مقصدی در قالب گرفتن مردم. چرا بزرگ چون جلال الدین بلخی تعلیم داده نمی شود؟ به خاطر صوفی بودنش یا به خاطر قرآن پهلوی نوشتنش؟ گمان میکنم شاعر چون او آدمان را از قالب می بردارد. آدمانی قالب شکن را اداره کردن دشوار است. هر لحظه تفتیه از ایشان نگران می باید بود. خیام و خواجه شیراز را تحریف می توان کرد و شاعری سرخ جلوه داد، اما قرآن پهلوی را نه. جامعه که فسق را نادیده می گیرد به مادر به خطاها همچون به امر واقعی می نگرد. سالمترین، عادلترین، خوشبختترین بوده نمی تواند. چگونه با تاریخ دروغین، ادبیات دروغین، اخلاق دروغین آدمانی راستین تربیه می توان کرد؟ گفتنی های زیاد است. بسیار مسئله هایی که من سری آنها اندیشیدم و به نتیجه نرسیدم. شما خوبتر می دانید و می فهمید. از این رو وقتی پرقیمتی شما را گرفتن نمی خواهم، چون دلم قالب شکنی های از شما به ظهور آمد و هم در خوانندگان جنبش برای خودشناسی، موقعیابی،
به مشاهده رسید این قاضی را سیاه نمودم که تنها نیستید، فقط همچون پدر شما را هشدار می‌دهم که زمان سرکشان را تحمل ندارد. باید هوشیار بود و تکیه به هممسلکان خود کرد. سعدی بزرگ نیز نیاز به دوستان داشت، زیرا زمان سنگ باشی موم میکند، موم باشی گم میکند. باقی خدا نگهدار و مددگارتان باشد. دعاگوی شما به اصطلاح بخاری زاده ثانی. معلمه این چی گپ؟ باز چی خیل درسای خواسته؟ یعنی موافقی درخواستی خوانندگان؟ اگر ما به خواهش خوانندگان کار کنیم باید به در مکتب قفلی یک پودی زنیم و همه معلم ها را بدار کشیم. حالا آنها چون خواهش ندارند، خواندن و دانستن میخواهند. شما گفتنید که پس از خودسری های شما؟ نه، این را شما گفتنید. خوب بگویید که این درسای خواسته شما چی جوری است؟ دیروز درباره گیاه ها بود که بیشتر گیاه میشناسد و نامش را میداند. برای گیاهشناسی معلم بتانیک هست. هفته دیگر ما در آتشکده بخاریزاده گبر کاوش گذراندن می‌خواهیم. حفریات به نظارت کارشناسان این ساحه قطعاً من است. کارشناسان با آتشکده ارزش قائل نیستند. ما نشان خواهیم داد که سخت خطا میکنند. پدر و مادران شکایت میکنند که بچه‌ها به کار روزگار نمیرسند. درس‌های خواسته هفته 2-3 ساعت. حالا برای مردم 1 دقیقه هم غنیمت. شکایت پدر و مادرها توسط معلم زاووش رسیدگی است. دیروز کمپینی میثم را سری راه داشته گیله‌آزاری کرد. کامران نبیرش در درسای من شرکت ندارد. چی جور؟ قبلا عذر آورد که سخت بند است. پس کمپیر چی میخواهد؟ 1-2 هفته جوابی عمومی؟ توبه، چرا من تا حال دیوانه نشدم؟ من نیز حیرانم. عقل آزمای میباشد. به معلم زاووش نیز 2-3 نفر. چرا با من شکایت نمیزنند؟ شاید برای زنی دختر بودنتان غمتان را میخورند. آخر بیرون از درس بچه‌ها آزادند. غبغای درسای آزادی شما برای من بسنده است. خواسته های شما خدا میداند چی پیش می آورد. اگر چیزی پیش آورد مسئولیتش به گردن من، مسئولیت مکتب و طلبه ها به گردن من، جوابگر نیز من. از من میپرسند نه از شما. من گذراندن هر گونه درسای سقراطی را به شما من میکنم. سقراطی؟ نه، ارسطویی. چی؟ میگویم که چون این درس‌ها را ارسطو میگذراند نه سقراط. این شاهای آزاد در موضوع جالبترین واقعه در حیات من. هر قدر فکر کردم یگان واقعی جالب در حیات من رخ نداده بوده است. همه یک رنگ دلبزن، کرای مرده گریستن نمی کند. این تعبیر دوست داشتی بیبی هم بود. خدا جاش جنت گرداند. PS اگر رفت و من بعد یگان واقعی جالب با من رخ زند، برای بیبی هم قسم که هر کجای باشم برای شما نرسانده و نشکانده نوشته میفرستم. بهرام. پدرم مرا همراهش سالی گذشته به شکار برد و شکاری هوسکار است. از پی آهو و پلنگ نمی گردد. سال 2-3 ره به صید کپک و خرگوش می براید. صبح ندمیده ما برا افتادیم و آفتاب قد نیزه در کتکیستان شدیم. پدرم بارخلطه را به من سپرد و امر داد که تا آمدنش چای را مهیا سازم. ساعت پس برگشت با 2 کپک. چون چای خوردنی مرا دانست، قناعتمند تفنگ را به من داد و خود زیر برس دراز کشید. من پی بردم که او مرا بیهوده همراه نگرفته بوده است. به من آزادی تام برای شکاری نخستین داده بود. قبلا نیز من تفنگ را بارها پنهانی به دست گرفته بودم. 2 ره در انگتزار به 2 شیشه خالی شلیک هم داده بودم. لیک حالی داشتم که عاشق به وصال معشوق نرسیده شاید چون این حال نداشت. دست و پایم می لرزید، دلم گوب گوب می زد. 1-2 ساعت سلنگ گشتم. غیر از آس و کرپسه یگان جاندار ندیدم. فاخته از گجای کوکو داشت و اکه پس و پیشم قرقر کنان مرا علقده می نمود. بالاخره خیلی شلپر گشته در سایه برس دراز کشیدنی بودم که خرگوش 20-30 قدم دورتر از زیر بوته خامه و موشه در خاطرم نمانده است بیرون جست. ایستاد، گید و پیش و نگریست و ساکت گشت. تفنگ همانا در دستم می لرزید. گوب دلم دچن شده بود. آن وقت تیار بودم آن را از قفس سینه بکنم، دور اندازم. میلی تفنگ را روی شاخی خمیده برس گذاشتم. خرگوش را نشان گرفتم. نفس را در گلو بستم. کلنگ را پخش کردم. به چشمان خود باور نداشتم. خرگوش نیم 20 میل روی سبزه ها فرفر چرخ میزد. اگر من از همه فنها بهای اعلا بگیرم هم شاید اینقدر به وجد نهایم که از صیدی نخستین خود به وجد آمده بودم. یگانه صیادی دبیرستان افشین به. 1000 بار نقل کردم، 1000 بار قسم خوردم، کسی باور ندارد. گاهی خودم هم در شبهه می افتم. بود نبود،
با یگان معلم نگفتم. آنها اصلا به ما طلبگان باور ندارند. اگر دروغ رو یابید اصلا راست نمیگوید. انا چی میگویند آنها؟ به نظری آنها ما خلدارکای چیل دروغی میدهک می نماییم. اگر همین شب و روز عمک خالدار را ببینم حتما خواهم پرسید که در مکتب چی حال داشت. شخصا از دروغهای عمک خالدار خوشم می آید. بی ضرر، مضحک. از معلم ها شما استثناء. ما شما را بین خود آدمی خودی می گوییم. ما خیلی شادیم که شما در شهر نماندید، به زادگاهتان برگشتید. هرچند پدرم افسوس می خورد که اینجا دانش و استعدادتان را حیف می کنید، اما من چنین فکر ندارم. اگر همه دانش و استعداد در شهر بماند حالی ده چی می شود؟ اکنون بیاییم به واقعه جالبی حیات من. سال گذشته تابستان من روی بام همراه بابایم خواب بودم. صحیح‌تر بگویم بابام خوابیده بود. خواب من گریخته، زیرا روزانه کتابخانه را بهانه ساخته زیر بید لب جو میان خواب را شکسته بودم. آسمان روشن، ماه 14 روزه، ده چون کف دست می نماید. خودتان می دانید که شیر مهتاب ده ما چقدر زیبا. می گویند که آنهایی که ده را پشت و پا زده رفتند گاه و ناگاه از خمار شیر مهتاب و شب دوهایش غم بیمار می شوند. غرق تماشا و آرزو بناگاه چنینم نمود که صدای موسیقی می شنوم. گوش و هوش شدم. هر آینه کسی غیژک می نواخت، چنان ماهرانه، پرتأثیر، دلنشین می نواخت که هر شنونده مات و مبهوت می شد. از جاگه خسته 4 سو نگریستم تا ببینم نوازنده کیست. در دور و نزدیک کسی نبود. مو در تنم راست شد. من به یاد آوردم که چند پیش از موسیقی اک سگ ها بسنده گشته، باد از وزیدن مانده بود. شرشر رود به گوش نمی رسید. نوا اوج می گرفت. باد نبود، لیک شاخهای درختان رقص لرزه داشتند. نمیدانم چرا بناگاه مرا یقین نمود که خداوند در عرش اعلی زیق مانده، به زمین و آدمکای ناچیزی آن نگریسته، در حسرت و ندامت افتاده غیژک می نوازد. تا سری این اندیشه آید که با این خاص مرادفی تاجیکش رو نیافتم، ببخشید چی باید کند؟ از این فکرهایی به قول ملا بخاری زاده ملحدانه خود سخت ترسیدم و مرا به عجب تبلرزه گرفت. آخر کی میداند شنونده نوای ملکوتی را چی پیش می آید؟ کر می شود؟ گنگ می شود؟ آنگاه مثل مولانا می خروشد که من گنگی خواب دیده و عالم تمام کر، من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدنش. بابایم رو بیدار کردم. وای غیر از شرشر رود اک سگ چیزی نمی شنید. شاید بابایم رو بیدار کردم و وای نارضا غژغژک رو کنار گذاشت. پس چرا در گوشای من هنوزم صدا می دهد؟ شاید شنونده تنها من انتخاب شدم؟ نمیدانم. اینک هر ماه انتظار شیر مهتاب می شوم، لیک نوای نمی شنوم. تصور کرده نمی توانید که این چقدر غم آور است. کیومرث. خواهش میکنم که این بین خودمان ماند، به دست و گوشی کسی نرسد. این حال به شما شناس باید باشد. وقتی که من دختر شدم از آن خون آنقدر ترسیدم، گمان کردم به کدام مرزی ناسور گرفتار شدم. روزی دراز در ترس و وهم گذشت. حتی با مادرم حرف نزدم. خیریت خودش پی برد و آرامم کرد. یا شاید این واقعه عادی و بیهوده از یاد من ستوده نمی گردد. شما بهتر میدانید. بنفشه. میخواهم به شما واقعه نقل نمایم که فراموش کردن از لب خاطر زدودن میخواهم، نمیتوانم. بگویند که اگر چیزی را فراموش کردن بخواهی آن را باید نویسی. تا چی اندازه این مددگار می شود خواهم دید. من دزدی کردم. کارچه دوستم را دزدیدم. بسیار میخواستم که چنین کارچه داشته باشم، اما پدرم پول نمیداد که کسی را دهم از شهر خریده آرد. خواهش زور آمد، بالاخره دزدیدم. و دزدیدم اما عاقبتش را نندیشیدم. آخر من آن کارچه را به کسی نشان داده نمیتوانستم. دزدی آشکار میگشت. و صاحبش نیز برگرداندن امکان نداشت. ناباور میشد به من. دوستی از بین میرفت. من آن کارچه را به کف رود پرتافتم. دوستی باقی، لیک گاه و ناگاه به یاد می آید وجدانم در عذاب میماند. PS. از شما خواهش دارم این شای مرا پیش رفیقا نخواند. شادان.
шунавандаҳои азиз, ёдрас мешавем, ки шумо ҳикоётро аз китоби сармадеҳи нависанда Баҳманёр аз силсила гуфтори тозаангорҳо дар қироати номзади илмҳои филологии Абдуҷалили Амон аз мавҷи радиои Фарҳанг шунидед. Коргардон Мавҷи Гул Юсупова. Поёни гуфтори 49. Шоду муваффақ бошед.